سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه یکم اپریل همراهی شما. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز مرادعلی علیمردان معاون نخست وزیر تاجیکستان را از مقامش برکنار کرد. در فرمان رئیس جمهور که در وبسایت رسمی آن نشر شد آمده است مرادعلی علیمردان به سبب تعیین شدنش در مقام دیگر از وظیفه معاون نخست وزیر سبکدوش شد. مرادعلی علیمردان یکی از یاران نزدیک رئیس جمهوری تاجیکستان است و سالهای طولانی در تیم اقتصادی او کار کرده است. او در گذشته رئیس بانک ملی تاجیکستان بود و رهبری هیئت تاجیکستان در مذاکرات مرزی با قرقیزستان را بر عهده داشت. یک دیپلمات بلندپایه امریکا گفت ایالات متحده همچنان آسیای مرکزی را برای آزادی بیان و نظام بازتر سیاسی تشویق خواهد کرد. انتونی بلینکن معاون وزیر امور خارجه امریکا روز 31 مارس ضمن سخنرانی در پژوهشگاه بروکینگ در واشنگتن درباره سیاست‌های امریکا نسبت به کشورهای منطقه سخن گفت و افزود حفظ امنیت و ثبات در تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان و ترکمنستان برای ایالات متحده مهم است. So what I want to do today is lay out a little bit of the vision for our policy in Central Asia. من میخواهم بخشی از سیاست امریکا در آسیای مرکزی را که بر اساس دو غایه روشن تحریزی شده است مطرح کنم. اول این است که اگر آسیای مرکزی امن و آرام باشد امنیت ما بهبود می‌یابد و ثانیاً راه بهترین تأمین صاحب اختیاری و استقلال کشورهای آسیای مرکزی این است که مرزهایشان را خودشان پاسبانی کرده توانند و با یکدیگر و با اقتصادهای در حال ظهور آسیا پیوست باشند و از حکومت‌های نفت بردارند که در نزد مردمشان پاسخگویند. حامیان حقوق ایالات متحده آمریکا را در گذشته به آن متهم کردند که برای جلب همکاری کشورهای آسیای مرکزی در مبارزه بر ضد تروریسم نقض حقوق مردم در آن کشورها را نادیده می‌گیرد. ایویچا داسیچ وزیر کارهای خارجه سربستان و همزمان رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا به تاجیکستان آمد. در چارچوب این سفر داسیچ با مقامات بلندپایه تاجیکستان از جمله با رئیس جمهور امامعلی رحمان، وزیر امور خارجه سیراج الدین اسلاف دیدار و گفتگو می‌کند. گسترش روابط و همکاری‌های تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری اروپا مناسبات با سربستان در محور دیدار و گفتگوهای ایویچا داسیچ با مقامات تاجیکستان قرار دارد. سفر او تا 2 اپریل ادامه می‌کند. نمایندگان 6 قدرت جهانی و ایران مذاکرات درباره برنامه‌های بحث برانگیز اتمی این کشور را روز 1 اپریل در شهر لوزان شویتزاریا ادامه دادند. روز 31 مارس به طرف‌ها میسر نشد در زمانی از پیش تعیین شده به موافقه برسند. هدف مذاکرات محدود کردن فعالیت‌های اتمی ایران و در عوض سبک‌تر کردن تحریمات دردناک اقتصادی علیه این کشور است. در صورت حاصل شدن چارچوب عمومی توافقنامه اتمی راه برای امضای سازش نهایی تا آخر ماه ایون هموار می شود. کشورهای غربی و اسرائیل می گویند ایران می خواهد پنهانی سلاح اتمی بسازد ولی تهران این ادعا را رد می کند. در صورت به دست آمدن سازش جنجال 12 ساله بر سر برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران خاتمه می یابد. بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان تالکو روز 1 اپریل 40 سالگیش را تجلیل کرد. در این مراسم در شهر تورسونزاده نمایندگان حکومت، مهمانان خارجی و سابقه‌داران حضور داشتند. کارخانه تولید آلومینی سال 1975 به کار شروع کرده است و سالانه تا 360,000 تن آلومینی تولید می‌کرد، اما پایین آمدن قیمت این متل در بازار جهانی سبب شد تالکو تولیدات را کم کند و سال گذشته تنها به 121,000 تن برساند. در این کارخانه تقریبا 9,000 نفر کار می‌کنند، اما رسانه‌های داخلی و خارجی می‌گویند که بسیاری از فایده‌های شرکت تالکو به حساب اطرافیان نزدیک رئیس جمهوری تاجیکستان می‌رود. مقامات کتابخانه ملی تاجیکستان می‌گویند سر از 1 اپریل در این مؤسسه تا ساعت 10 شب برای میزبانانش باز خواهد بود. در این کتابخانه روز 31 مارس به رادیو آزادی گفتند برای آنهایی که به کارهای تحقیق و پژوهشی مشغولند امکان می‌دهند بعد انجام روز کاری هم از مخزن کتابخانه استفاده برند. کتابخانه ملی که 3 سال قبل تأسیس یافت تا این مدت در فصل تابستان فقط تا ساعت 7 شام کار می‌کرد. کتابخانه نوی ملی که برای نگهداری 10 میلیون نسخه کتاب پیش بینی شده است 20 مارس سال 2012 به استفاده داده شد. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب
و هم ضمیمه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های همراه.